ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامه کی کنم باز. بیننده های ارجمند السلام علیکم. در سیمای مستقل یکم برنامه نوبتی چراغ هدایت مهمان خانه های شماست و در صحبت ما استاد گرانقدر معاون رئیس شورای علمای دین ولایت سوات استاد خواجه میر خوش آمدید میگم استاد. اینک ماه شریف رمضان فرا رسید و این ماه نزول قرآن است. این ماه است که ماه عبادت و مغفرت است و این قریب 1,500 سال می شود که گذشتگان ما در پیروی از این دین مبین و هر ماه رمضان رکن سیوم بینای مسلمانی را که آن روزی ماه رمضان است اجرا می کنند. و امروز ما با استاد یک مسئله را وابسته به فضیلت این ماه همچنین آداب روزه‌دار صحبت آراسته باشیم. استاد، من میخواستم با سوال نخستین اولا حلول ماه شریف رمضان را به شما مبارکباد میگویم و فکر میکنم که این چون در آغاز گفتیم که واقعا این یک فرصتی است که انسان در این ماه در برابر عبادت گوییم چون ماه تربیت نفس که هست همچنین راهی ماه اصلاح کمبودی ها گرفتنی ثواب است. استاد، رمضان را چگونه شناسیم و از آمدن شاد و در فرصتی بودنش ما ثواب را گرفته باشیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و به نستعین. البته انسان در حیاتش روزهای بزرگ خداوند بعضی روزها را از دیگر روزها فضیلتناک بلندتر کرده است مرتبه‌اش. بعضی مکانها بعضی جایها را از جایهای دیگر خداوند مقدس کرده است و از آن جمله ماه‌ها را از دیگر ماه‌ها خداوند بعضیش فضیلتش بلند کرده است. از آن جمله الله سبحانه و تعالی همین 12 ماه باشد. از همین 12 ماه از همه ماهی به فضیلت، ماهی که مرتبهش درجهش بلند است، این ماه شریف رمضان است. از همین لحاظ از فرصت استفاده برده تمام بینندگان عزیز و مناسبت حلول این ماه مبارک از نام رئیس شورای علمای دین ولایت تبریک و تهنیت میگویم. از خداوند متعال التجا میکنیم که همیشه دیار ما تنج و آباد و آرام باشد که در این هوای تنجی و آبادی و آرامه این ماه شریف رمضان بر رسانیدنش شکر با دعا میکنیم که سالهای طولانی ابدالآباد در این تنجی و آرامی کشور همه ما و شما به ماه شریف رمضان رساند. تشکر. اکنون به سوال میبیاییم. البته هر یک جشنی که میشود، هر یک کاری که میشود، نه آمدن پیش هوای به آمادگی ها میشد، هوای به برنامه ها میشد برای استقبال هوای. مادامی که ماه شریف رمضان یک ماه مبارک است، البته از نگاه دین اسلام پیش از نآمدن این ماه باید که به این ماه آمادگی بینیم، چون که این ماه عبادت است. چطوری که بیان کردید ماه تازه کردن نفس است، تازه کردن بدن است، تازه کردن روح است، یعنی تقویت دادن ایمان است. از همین لحاظ باید که پیش از آمدن ماه شریف رمضان یک برنامه باشد که طبق این برنامه باید ما عمل کنیم و ماه شریف رمضان قبول کنیم و در ماه شریف رمضان آن آمادگی هایی که پیش از رمضان دیدیم همانها را باید که ما به اتمام رسانیم. از برای خاطر همینم اولین کاری که پیش از آمدن ماه شریف رمضان که این سرچشمه همین کارها هسته که در این کار اگر این نباشد اون عبادت هایی که در ماه شریف رمضان که میشوند و ها بی منفعت هستند. چون که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در یک حدیث شما مرحمت کرده میگن که اگر ان همین چیزها برای آدم روزه‌دار نباشد، تنها برای آدم روزه‌دار خستگی، یعنی دیگر چیز نمیماند. این هم باشد پیش از آمدن ماه شریف رمضان باید که انسان توبه نصوح کند. توبه نصوح چی است؟ توبه هست که خداوند در قرآن دستور میدهد که یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا. این مومن ها میگود و یک ندای مهربانی دعوت میکنند که شمایان میگود توبه کنید، توبه نصوح کنید. توبه نصوح توبه صادقانه، توبه راستینچک، توبه صحیح که در همان توبه باید که شرط های توبه به جا آورده شود.
یکمین شرط توبه در شرح همین آیتی کریمه امام نصفی که این کس از نصف از همین دیارهای خود ما هستند در تفسیر مدارک التنزیل فی تأویل القرآن شرط های همین توبه را بیان میکنن. یکمین شرطش میگوین که این شرطی هست که یکمین انسان یعنی گناه های گذشته را ایستش به آورده همانها با یعنی پشیمانی ندامت کند. اکنون مثلا پشیمانی ندامت فقط دلکتی نمیشد. مثلا انسان که هست در برابر انسان شیطان به وسوسه میکند، شاید که همون انسان اولا به خویش و اقربای خود ناگپی است، یا که در حق دیگرها به کدام وسیله یک کمبودی، یک ظلم، یک ستم کرده است. رفته از همون اولا از همون خویش تبار، از همون خویش تباری که از آدم‌هایی که در حق هوای‌ها کمبودی کرده است البته مغفرت پرسد، بخشش پرسد و این چنین عزم کند که دیگر این کارش تکرار نمی کند. دیگر این کارش، چون که این کارها را اگر بجا نبیارد چطوری که بیان کردیم اون عبادتی که می کند معلق می استد و این چنین قصد کند، عزم کند که آینده همون کارها را تکرار نمی کند. اینها شرط های توبه نصوح هستند، چون که توبه نصوح خداوند در قرآن در دیگر آیت یعنی تفسیر می کند. ما وقتی که به علوم قرآن نگاه میکنیم یک آیت آیتی دیگر تفسیر میکند، یک آیت آیتی دیگر تقویت میبخشد. ان همین آیت دیگر خداوند میگوید که و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. خداوند میگوید که ای انسان ها همه هاتون به سوی الله توبه کنید شاید که شما نجات یابید. از این معلوم میشد است که الله سبحانه و تعالی وعده کرده است توبه را قبول میکند. در دیگر آیت خداوند میگوید که قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. پروردگار ببینید که در این آیت کریمه چقدر که گناه کردگی باشد بندش ناامید نمیکرد. این یک بشارت است برای بندگان مؤمن که خداوند میگوید که ای محمد به بندگان من گو. یعنی اینجا خداوند ببینید که به همین قدر بنده گناه میکند لیکن باز هم بنده من هست میگوید. سطح گناهش، حجم گناهش، نمود گناهش که چقدر هم که باشد الله وی از بندگی خارج نمیکرده است. چطوری که امروز بعضی کسها نافهمیده نادانسته با یک گناه یک انسان یعنی ملامت میکنن، این میگون وای میگون، لیکن الله بینید که این قدر مهربانه. پروردگار حضرت پیغمبر میگوید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، به بندگان من گو که آنها شاید که ندانستند، شاید که دانستند، شاید که وسوسهشون کرد شیطان، شاید که نفسهاشون وسوسهشون کرد و همون وسوسه نفس رفته گناه کردن. اکنون الله میگه که لا تقنطوا من رحمت الله، به همین قدر گناهی کردگیشون از رحمت الله ناامید نشوند. در دوام آیت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خداوند میگه همه گناهاشون رو میبخشد. لیکن همین ماه شریف رمضان طبق همین وعده خداوند ماه بخشایش گناه است. از همین لحاظ مادامی که بنده 11 ماه گناه میکرده است، کمبودی میکرده است، فرصت بخشایش گناه آمده است. از برای خاطر همین هم بنده پیش از سزاوار بخشایش خداوند شدن باید که دیگران را بخشد، در حق همدیگر گزارش کنند. از برای خاطر همین هم صاحب مذهب ما امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگویند که آن عملهایی که آمادگی برای ماه شریف رمضان میشوند پیش از همه باید که توبه کند، توبه نصوح کند. وقتی که انسان که توبه نصوح کرد خداوند این یعنی عبادتش رو میکند، ان شاء الله قبول میکند. خودی معنی کلمه رمضان چی معنی داره دوستان؟ یا کلمه رمضان از زبان عربی گرفته شده است و وقتی ما به لغت زبان عربی نگاه میکنیم یعنی به واسطه آفتاب گرم آب شدن سنگ را اینها رمز میگویند. یعنی در اینجا چرا رمضان؟ چون که یعنی به واسطه همون عبادتی که انسان در ماه شریف رمضان میکنند و چطوری که به واسطه آفتاب گرم که همون سنگ آب میشود گناههای بنده مؤمن یعنی چون میکردن آب میشود. از این بسیار در معنای کلمه رمضان علماها، چون که این سخن در قرآن ذکر شده است، الله سبحانه و تعالی در قرآن کلمه رمضان که ذکر کرده است، در تفسیر این
چندین معناها را علماها چون میکنن تفسیر میکنن، علماهای تفسیر بیان میکنن. از آن جمله ابن کثیر رحمت الله علیه که یعنی بهترین تفسیر در تمام عالم اسلام که این تفسیر خوانده می شود، این کس میگویند که الله سبحانه و تعالی چرا عبادت این ماهینه را رمضان گفته در ماه رمضان فرض کرد؟ چون که میگویند این سنگ در آفتاب آب شدنش به آسانی نمی شود، به آسانی نمی شود. از سبب عبادت ماه شریف رمضان که یعنی مشقت داشتنش و از در پی این مشقت شدنش که گناه ها بخشیده می شوند، از همین لحاظ این عبادت را در ماه شریف رمضان یعنی ماه رمضان گفته نامگذاری کردن. بله، تشکر استاد. خب استاد، من به قرآن رجوع کردم. خداوند در سوره بقره آیت های 183 تا 187 در مورد روزه داشتن و ماه رمضان یاد کرده است و میخواستم برای ما آن را کمی شرح میدادید. البته الله سبحانه و تعالی آیتی که در همین ماه شریف رمضان فرضیتش روزش بیان میکنه در همین آیت است. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. الله سبحانه و تعالی در همین آیت کریمه فرضیت روزه و آداب روزه و آن مسئله هایی که یعنی به روزه تعلق دارند یک چندش بیان میکند. این معجزه قرآن است. اینه که خداوند در یک آیت کوتاه، در چندین آیت های کوتاه مسئله ها، عبادت های بسیار هم بزرگ بیان میکند. پیش از همه الله سبحانه و تعالی فرضیت یعنی کتب علیکم الصیام بمعنی فریض علیکم الصیام. الله سبحانه و تعالی در این آیت کریمه مؤمن ها را دعوت کرده، میگه ای مؤمن ها چطوری که برای امت های پیشین روزه را فرض گردانیده بودیم، برای شما میگه خداوند ما روزه را چا کردیم؟ فرض کردیم. اکنون در اینجا بینندگان عزیز سوال پیدا می شود که آیا امت های گذشته به پیشینگان هم روزه داشتن یعنی فرض بود؟ در این باره علماها یک چند چیز بیان میکنند. از آن جمله طبق نگاه پیشوای مذهب ما امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگویند که الله سبحانه و تعالی مقصد از فرضیت این روزه گفتنش پیش از این روزه فرض بود برای امتهای گذشته، لیکن نه برای طوری که ما روزه می‌داریم یک ماه، این طور نبود. مثلا میگویند که پیغمبر خدا که افضل الصیام صیام داوود، بهترین روزه داوود بود که چون یک روز روزه میگرفتن یک روز افطار میکردن. این روزه حضرت داوود علیه السلام که در حدیث متفق علیه از جناب رسول الله بیان کرده شده است. دوم علما میگویند که وقتی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به مدینه که رفتن، چون که این فرضیت روزه در مدینه منوره فرض شد، این عبادت در مدینه منوره فرض شد. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم 13 سال در مکه مکرمه من زندگی کردن، فقط آیات ها درباره شناختن الله بود. اما درباره دیگر عبادت ها حتی نماز هم فرضیتش وقتی که پیغمبر خدا به مدینه هجرت میکردن، همون در سالهای اولین هجرت که پیش از هجرت بود خداوند نماز فرض کرد. اما روزه سال دوم هجری در مدینه منوره فرض شد. وقتی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به مدینه منوره که رفتن، اهل مدینه روزه دار بودن. از همونها پرسیدن که شما چرا روزه میگیرید؟ گفتن که این روزه ما روزه شکرانه هست که خداوند در همین روز حضرت موسی را از فرعون نجات داد و همین شکرانه همین ما روزه میگیریم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند که نسبت شما دیده به موسی من نزدیکترم، منم روزه میگیرم. گفتن دعوت کردن همه را. این همون ماه محرم روزی عاشورا میگن. لیکن پیغمبر خدا گفتن که اگر سال آینده من زنده باشم 10 روز دهم عاشورا رو نمیگیرم و 9 و 10 میکنم یا که 10 و 11 میکنم. لیکن الله سبحانه و تعالی سال آینده که پیغمبر نیت کردن که همون روزه رو که میگیرن روزه ماه شریف رمضان خداوند چاکر فرض کرد.
از همین لحاظ بعضی علما میگن که همون خداوند کتب علیکم الصیام گفتگی ان همون روزه بود که اونها اهل مدینه می داشتن. یعنی روزه شکرانه برای نجات حضرت موسی از فرعون بود میگن. از همین لحاظ این اکنون خداوند در دوام آیات چی میگه؟ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. الله سبحانه و تعالی در همین آیت فرضیت روزه حکمت فرض کردن روزه رو بیان میکنه. پروردگار میگه که هدف فرضیت روزه شاید که شما خدا ترس شوید. حقیقتا ما به روزه نگاه کنیم، روزه انسان خدا ترس میکند. یکی از بلند بودن عبادت روزه نسبت دیگر عبادات ها دیده، روزه ماه شریف رمضان انسان خدا ترس میکرده است. در همین شرحش میگن چرا؟ از کجا میفهمیم ما؟ میگن که اگر آدم تشنه میکردد، گشنه میکردد، همه وقت در پیش آدم ها نیست، از جا میرود پنهان است از آدم ها، لیکن اگر از خدا نترسد، خدا ترسش نباشد، میگوین من چیکار میکند؟ در حالت گشنگی، در حالت تشنگی آب می نوشد، خانم میدرید و غذا میخورد. لیکن الله سبحانه و تعالی لعلکم تتقون گفته این روزه شاید که شما را خدا ترس میکنه. از همین لحاظ پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگن که همه عمل های انسان از برای خودش هستند، اما روزه داشتن خداوند میگه در حدیث قدسی که جناب رسول این برای من است که و انا اجزی به مکافات این من میدم، چون که این روزه انسان عادت چون میکنه خدا ترس میکنه. الله سبحانه و تعالی در آیت پسنگی میگوید که یعنی روزه را برای خاطر انسان ها به قدر این روزها رسیدنش، روزهای با شمار بودنش الله سبحانه و تعالی چون میکند بیان میکنه. ایام معدودات. الله سبحانه و تعالی میگوید که ای انسان ها، این شماها این روزها روزهای با شمار هستند، تیز میگذرن، از این فرصت غنیمت، این فرصت غنیمت دانید. اکنون الله سبحانه و تعالی در دوام همین آیت مهربانی خودش بیان میکند که شخصانی که این عبادت به جا آوردن به طاقت ندارن، قوتاشون نمیرسد، و اینها را الله سبحانه و تعالی بیان میکند. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. الله سبحانه و تعالی در این آیت کریمه باز هم برای بندگانش یعنی مهربان شفقت خودش بیان میکند که الله مهربان است. الله سبحانه و تعالی میگه اگر که این ماه شریف رمضان اینقدر فضیلت دارد، ای بندگانم که شما بیمار هستید، شما ناامید نشوید. برای شما رخصت هست که در دیگر روزها روزه ماه شریف رمضان دارید، بعد از یعنی تنصیحت شدن و بعد از همون بیماری عافیت شفا یافتناتون. در دوام همین آیت الله سبحانه و تعالی کسانی که در سفر هستند، مسافر هستند، از همون چون که سفر از سفر و قطعه من السقر، در سفر البته مشقت است، برای خاطر مهربانی الله در همون سفر مشقت نشدناشون، سفرهای مسافرانی که هستند از سفر برگشته میبینند. اینها رو الله سبحانه و تعالی میگه که شما در دیگر روزها وقتی که مقیم شدید، اگر در همون سفر مشقت باشد، شما میتوانید که البته روزه رو در دیگر روزها گیرید. اجازه داشتیم. استاد در موردی مثلا یک فرصتی شد که مثلا من میخواستم یک بار شرح توضیح میدادید در موردی مثلا برای نفرایی که کلانسال هستند، برای آنهایی که در صورتی داشتن روزه آنها مثلا گویم سلامتیشون رو یا قوتشون گم میکنند، یا واقعا هم در پیران سالی بیشتر انسان ها میگن که مثلا نفر کلانسال بیشتر غذا نگاه میداره، چون گذشته از این نفران هستند که بیماری دور و دراز دارن که مثلا گویم تناول کردن یا غذا گرفتن خوردن مثلا برای آنها بسیار ضرور هم هست. در این مورد مثلا امسال چگونه است، شرایطش چگونه است؟ در مورد فدیه من میخواستم پرسیده باشم. الله سبحانه و تعالی نسبت چنین شخص ها هم، شخصانی که و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین، الله سبحانه و تعالی مهربانی خودش در همین قرآن، در همین آیات هایی که فرضیت روزه رو فرض کرده است، اینم بیان کرده است. الله سبحانه و تعالی کسانی که از سبب کلانسالی یا که از سبب بعضی بود دیگر عذرها هسته، از سبب کلانسالی میگوید خداوند و اینها روزه را طاقتی داشتن ندارن، فدیه میتن. فدیه تو طعام مسکین. نه فدیه طعام مسکین چی است؟
мақсад ҳар рӯзаш ба як рӯзина ан ҳамун фитри рӯзае ки таъин карда мешавад аз ҳамун фитри рӯза яъне барои чо мекунанд фидяту таоми мискин як ҳар рӯзаш масалан 30 рӯз таоми як мискина фидяша чо мекунанд метиҳанд. Масалан фитри рӯза агар имсол 10 сомон бошад вайҳо 300 сомон баромада фидяи таоми мискина метиҳанд. дар оғози рамазон медиҳанд ё дар анҷоми рамазон? Албатта ин дар ин бора афзалияташ мегӯянд агар дар аввали рамазон тиҳанд шояд ки аз сабаби фидяи вайҳо яъне чӣ мешавад аз сабаби фидяи додагии вайҳо ҳамун шахсони муҳтоҷ ҳам бо рӯза мегиранд дар савоби ибодати вайҳорам шарик мешаванд. Акнун дар ин ҷо як масъала аст, чунки мо ин масъала бояд ки возиҳан равшан гӯем ки аввалини моҳи шарифи рамазон ҳаст. Ин масъала мо бояд аввалин гӯем, чунки агар ҳамун мусафитоне ки агар умеди боз ҳам дар охири моҳи шарифи рамазоне ки дар миёни моҳи шарифи рамазон қувват мекунанду бо рӯза мегиранд агар бошанд вайҳо охири моҳи рамазон метиҳанд. Шояд ки нисфи моҳи рамазон рӯза мегиранд, лекин ки одат шудааст, дошта наметавонанд. Ин чизи духтурҳо, табибҳои ҳозир гуфтаги ҳастанд, худоҳошон ҳис мекунанд аз ҳамин лиҳоз вайҳо дар аввали ҳамун моҳи шарифи рамазон метавонанд ки фидя диҳанд. Бале ташаккур. Хуб мо дар оғози суҳбат гуфтем ки воқеан ин моҳи тарбияти нафс аст. Мо дар як барнома дар мавриди нафси аммора суҳбате карда будем ки воқеан вақти ифтор мешавад ҳама масалан сари дастурхон ҷамъ мешаванд ва он гӯем фурсати ифтор аст. Устод ман мехостам аз рӯзгори муаллими башар ҳазрати паёмбар саллаллоҳу алайҳи вассалам дар мавриди оне ки паёмбар ба муносибати он кас ба рамазон чӣ гуна буд, омодагиашон чӣ гуна буд ва бештар ба умматони худашон чиро талқин кардаанд? ҳақиқатан пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи вассалама азвоҷул мутаҳҳарот яъне модарои муъмино ҳамсаронишон ки модари мо мешаванд ривоят мекунанд ки аз ҳама мегӯн хурсандтарин вақт барои расулуллоҳ ан ҳамин охири моҳи шаъбону омади моҳи шарифи рамазон буд. дар як ҳадисе ки абдуллоҳ ибни аббос ривоят мекунанд пайғамбари худо гуфтанд ки мегӯн ки атокум шаҳрул муборак, яъне як рӯз гуфтан ба овози баланд гуфтанд ки ман хело хурсанд ҳастам ки барои шумо умматонам як моҳи муборак омад. баъд дар моҳи муборак мешудагӣ дар ин моҳи шарифи рамазон мешудагӣ воқеаҳоро баён карданд. гуфтанд ки дар ин моҳи шарифи рамазон дарҳои ҷаннат кушода мешаванд ва дарҳои дӯзах баста мешаванд ва ҷаннат гуфтанд аз вай моҳи шарифи рамазон то ин моҳи шарифи рамазон баъд аз баромадани моҳи шарифи рамазон то даромадани ин моҳи шарифи рамазон худаш зиннат медиҳад, худаш ороиш медиҳад. ва инчунин дар ин моҳ шайтон баста мешавад. ва як моҳе ҳаст гуфтанд пайғамбари худо ки бандагон тиҷорат ба Аллоҳ мекунанд. чӣ тавре ки масалан тоҷирон гуфтанд ҳамун мавсим фоида меистанд ки то ки дар ҳамун мавсим яъне рибҳ фоида кунанд, лекин гуфтанд ин мавсими рибҳ яъне фоидае ки тиҷорате ки яъне дар вай хасорат нест, дар вай зиён нест, ин моҳе ҳаст ки умматони ман ба парвардигонашон тиҷорат мекунанд. гуфта як башорати хело ҳам бузурге карданд. гуфтанд ки тиҷорате ҳаст ки дар ин моҳ бандагони Аллоҳ умматони ман дар ивази ибодати кардагиёшон аз 10 то 700 маротиба яъне савоб мегиранд. ва инчунин гуфтанд ки фиҳа лайлатун хайрун мин алфи шаҳр, дар ин моҳ гуфтанд як шабе ҳаст ки ибодати ин шабина баробари 1000 моҳ ҳаст. гуфта ҷаноби расули акрам саллаллоҳу алайҳи васаллам баён карданд. ва иншоаллоҳ бо дар оянда дар бораи ибодати пайғамбар дар ин моҳи шарифи рамазон гуфта мегузарем ки ҳазрати уммулмуъминин Оиша сиддиқа мегӯянд ки иза дахала рамазон кана расулуллоҳи саллаллоҳу алайҳи васаллам карихил мурсала. вақте ки моҳи шарифи рамазон меомад пайғамбари худо ба монанди як шамоле ки ҳамеша мевазад, на шаб меистад, на рӯз меистад, як шамоли форам, пайғамбари худо алайҳи салоту вассалом ба монанди ан ҳамин шамол ҳамеша ба ибодат машғул буданд. аз ҳамин лиҳоз
ماهی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در وی بشارت های بسیار دادگی هستند، همین ماه مبارک یعنی رمضان است. تشکر استاد. تشکر. و در انجام صحبت من میخواستم چون سخن در مورد فضیلت رفته، یعنی این یک فرصتی است که ما همون فرصتی موافق را یافته توانیم که در همین فرصت خودمون هم اصلاح هم کنیم، هم ثواب هم گیریم، هم واقعا گویم اون چیزی که در آغاز گفتید که روزی ما بجز یک شکم گرسنگی چیزی نشده نماند، یعنی کار شود که ما واقعا گویم هم بهره گویم معنوی گیریم، هم گویم عالم باطنی خودمون هم عالم جسمانی خودمون گویم تقویت بخشیم. گذشته از این پیش از همه یک فرصتی است که ایمان نیز تقویت می‌یابد. مراد از ماه شریف رمضان نه تنها نخوردن نه آشامیدن، بلکه بنده مومن تمام عضوهای بدنش را روزه دهد. از آن جمله زبان خود را از غیبت کردن، از دروغ گفتن، از تهمت کردن نگاه دارد و این چنین چشمهای خود از چیزهایی که خداوند نگاه کردن ویها را حرام کرده است از آن چیز نگاه دارد. آن گوشی که شنیدن ویها را خداوند منع کرده است از گوش از آن چیزها را نگاه دارد. از غیبت آدم‌ها، از فتنه کردن آدم‌ها را گوش کرده است، از چیزهایی که خداوند و این چنین عضوهای بدن خود را یعنی روزه دهد. اصلا همین است. دیگر چیز همین که الله سبحانه و تعالی این ماه یک ماهی کرده است که پیغمبر خدا کوتاه در یک حدیث میگن که کدام انسانی که از نیکی این ماه اگر محروم ماند از تمام نیکی ها محروم مانده است. حتی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم پیش از سرسوی ماه شریف رمضان بود، آمد ماه شریف رمضان بود، یعنی برای خطبه کردن نماز جمعه میبره. خطبه آخرین ماه شعبان بود. وقتی که میبره آمدن در همینجا 3 مراتب آمین 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 گفتن. صحابگان در حیرت موندن که چرا جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی آمین گفتن. بعد از فراموندن پرسیدن که شما 3 مراتب آمین گفتن. در همین وقت گفتن حضرت الله سبحانه و تعالی میدانست که من برای خطبه کردن به محراب به منبر برآمده ایستادم. لیکن اینقدر این مسئله مهم بود که الله سبحانه و تعالی حضرت جبرئیل دستور داد در همین وقت 3 مسئله بسیار مهمه برای من وحی آورد. حکمش گفتن که درباره احترام پدر و مادر، که کسانی که پدر و مادرش در حالت احتیاجمندی مییابد و داخل جنت نمیشود در حق وی دعا کردن من آمین گفتم. و این که دویمش همین که کسی که نام من نمیشنود و به من صلوات نمیرساند در حق هوای هم حضرت جبرئیل دعا کردن من آمین گفتم. و سومش همین بود که من ادرک رمضان ولم يدخل الجنه، کسی که ماه شریف رمضان رو مییابد و گناهاش بخشیده نمیشوند و صاحب جنت نمیشود در حق وی هم دعای بد کردن من آمین گفتم. از این هم معلوم میشه است که از همه فرصت قیمت ترین برای همه چیز یعنی انسان باید که انسانی نفس شود. مادامی که الله سبحانه و تعالی گناهاش میبخشد، پیش از آمدن ماه شریف رمضان اینقدر دستورها داده است، بعد از برآمدن ماه شریف رمضان حرکت کند که همین خودش را یک انسانی پاک از گناه، یک انسانی که دعاش مستجاب می شود، یک انسانی که خداوند به این روز رسانید و از این چیزها پاک کرد، بعد خودش را همین قدر نگاه دارد. تشکر استاد. تشکر برای شرح این موضوع. دیگر چیزی اضافه نمی‌کنم، تنها برای بیننده ها گفتنی هستم که رمضان این سال مبارک باشد و بگذار همین سخن‌هایی که اینجا استاد عزیز بیان کردن واقعا یک فرصتی باشد که ما از آن برای خودمون واقعا بهره های تازه گیریم. این برنامه چراغ هدایت بود. ماه شریف رمضان مبارک باشد.